اگر قرار که مثلا یک کوزه بخرم که کوزه‌گر هر کاری رو به کارگوش می‌ذارم، هر شغلی رو شبیه میشه بعد میشه در این شغل میشه و خاصتا مشاوره هم خارج از این مشاوره کاری که خیلی مهمه. ما خیلی وقتا به چشم یک امر ساده رو نگاه می‌کنیم، خیلی وقتا سال مهندی باید یک سال خیلی ساده می‌گیم، اما اگر در بحث قضیه یه ذره بیشتر نگاه کنیم، یه ذره بیشتر در این قضیه رو باشیم، می‌بینید که واقعا درست از لحاظ زمانی شاید این 10 سال باشه، اما از لحاظ ارزشی برابری می‌کنه با 70-80 سال آینده رو ببینیم. چرا که اگر من قرار آقای دکتر بشم، آقای مهندس بشم، آقای وکیل بشم، یا هر کدوم از شماها این شغل چطور میشه که می‌خوای به دست بیاری، مطمئناً 1 سال و 2 سال و 3 سال که نیست، تا آخر عمر که انشالله 120 سال باشه باهاش زندگی می‌کنیم. پس حتما قدر این لحظات و قدر این روزها رو بدونید و در مشاوره و برنامه حتما ما ببینیم که واقعا افراد که در این زمینه موفق بودن کردن. من همیشه حتی الان هر کاری که انجام میدم قبل از اینکه این کار رو به انجام برسونم، قبل از اینکه جامعه عمل به اون فکرم بپوشونم، حتما با افراد متخصص، با پدرم، با مادرم حتما مشورت میکنم و این مشورت من در اشتباهاتی که قرار پیش بیاد خیلی محدود میکنه و تعداد اشتباهات رو خیلی کم میکنه و چقدر شیره که ما بتونیم کم اشتباه در عمل کنیم. خیلی صحبت کردم عزیزان و طرفان شاموسای عزیز بزرگی که میخوام به برنامه خودتون در ارتباط باشید، میخوام مشاوره منظور رایگان و اگه در گوشی به همین امکانات آموزشی اینا بارها در موارد صحبت کردیم و در اختیار بگیرید و حتی این دوست کنکور سراسری که من معتمد افتخار اعلام شده که مشاور منظور کنکور سراسری که حتی صحبت کنید کافیه که همین الان میگن رو برده بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار در ایران
دوشنبه با انتشار نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه حاصل رسیدگی به پرونده عیسی صدیق و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند.